بالاخره تو این قسمت بدون هیچ شکی فهمیدیم که نسخه بیرونی هلنا وارد بخش MDR شده. ولی این اپیزود اطلاعات و نکات خیلی مهم و عجیبی هم داشت. مثلا اینکه این موجودات شبیه به کارمندای بخش MDR واقعا چی هن؟ مفهوم خواب اروینگ چی بود و اروینگ چرا تصمیم گرفت خودش رو قربانی کنه تا بقیه حقیقت رو بفهمن. با من همراه باشید با موشکافی کامل قسمت 4 از فصل 2 سریال تفکیک سازی. سلام، من مازیارم، به داستانویچ خوش اومدید. این هفته قسمت 4 از فصل 2 سریال تفکیک سازی پخش شد و عجب اپیزود خفن و عجیب و غریبی بود. ایده و کلیت داستان سریال سیورنس همینجوری عجیب هست و وقتی میگیم که این اپیزود عجیب و غریب‌تر از کلیت سریال هست، خودتون دیگه حساب کنید با چه اپیزودی طرف هستیم. تو این برنامه قراره که قسمت 4 رو با هم دیگه موشکافی کنیم. پس با من همراه باشید. این قسمت با یه صحنه کوهستان برفی شروع میشه. احتمالاً اینجا خیلی هم از دفتر شرکت لومن دور نیست و همون کوه‌ها و جنگلایی هستن که قبلا دیدیم اطراف شرکت وجود دارن. میلچک یه چیزی در مورد پیوست 4 میگه کیر این پیوست رو تو آخرین لحظات زندگیش نوشته. خب پیوستای اول تا 3 رو قبلا به صورت کتابچه‌هایی دیدیم. این کتابا حکم کتاب مقدس لومن رو دارن و قوانین زندگی توی شرکت رو تعیین میکنن. اما این پیوست 4 چیه؟ میلچک میگه این پیوست نوشته های لحظات آخر کیر بوده و ورودش به طبقه تفکیک شده ممنوعه و واسه همینه که ما قبل از این پیوست 4 رو تو طبقه تفکیک شده ندیده بودیم. احتمال اولی که به ذهنمون میرسه اینه که این پیوست هم فقط یه روش جدید دیگه واسه کنترل کارمندای تفکیک شده است. یه آپدیت برای کتابچه قوانین لومن، مخصوصا بعد از شورش MDR. اما تو این قسمت دیدیم که داستان پیچیده تر از این حرفاست. میلچک میگه توی غاری که پیوست 4 داخلشه همون جاییه که کیر برای اولین بار 4 احساس رو رام کرد. 4 تا احساس چی بودن؟ وو به معنای غم، فرولیک به معنای سرخوشی، درد به معنای وحشت و ملیس به معنای خشم. ما این 4 تا رو پایین صفحه‌های مانیتور کارمندای بخش MDR هم دیده بودیم. رام کردن این 4 تا یه جورایی یعنی محدود کردن احساسات طبیعی انسان و تبدیل کارمندای تفکیک شده به برده‌های مطیع و خوشحال. بعد از صحبت‌های میلچک، کارمندا یه موجودی می‌بینن که شبیه مارکه. جلوتر موجودات دیگه‌ای هم می‌بینن که شبیه هلی و اروینگ و دیلن هم هستن. اما واقعا اینا چی بودن؟ این 4 تا نسخه عجیب و غریب از کارمندای تیم MDR عملا تئوری قبلیمون درباره کلونسازی تو لومن رو تایید میکنه. اما اینا چرا انقدر غیر طبیعی و مصنوعی به نظر میرسن؟ انگار روح ندارن و صرفا یه کالبدی هستن که داخلشون هیچی نیست، مثل کاردستی میمونن یا شاید هم مثل یه کلون، یه نمونه شبیه سازی شده از تیم بخش MDR. اگر فصل قبل رو یادتون باشه، بخش اپتیک و طراحی یه سالن مخصوص به خودش داشت که یه سری دستگاهی عجیب داخلش بود. حتی کارمندای خود بخش اپتیک و طراحی هم نمیدونستن که داخل این دستگاه چه کاری دارن انجام میدن. به احتمال خیلی زیاد همین دستگاه ها کلون ها رو میسازه. اتفاقا یکی از همین نسخه های کلون شده رو تو قسمت اول همین فصل هم دیده بودیم که تو راهروهای لومن داشت مارک و یواشکی نگاه میکرد. خب هدف شرکت لومن چیه؟ از همین این تفکیک سازی ها و کلون سازی ها و اینا میخواد به چی برسه؟ الان تقریبا متوجه شدیم که لومن میخواد چیکار کنه. اونا دارن روی هوشیاری و ماهیت آگاهی مطالعه میکنن. میخوان یاد بگیرن که چطور میشه آگاهی رو از بدن جدا کنن و بعدش به یه بدن جدید منتقل کنن. به عبارت دیگه میخوان جاودانگی رو به دست بیارن. اما این وسط بخش MDR چه نقشی داره؟ تیم MDR داره روی احساسات کار میکنه و اعداد رو بر اساس 4 حس غم، خوشی، وحشت و خشم دسته‌بندی میکنه. این اعداد در واقع یه جورایی مثل کدای کامپیوتری برای ذهنه. پس شرکت لومن داره آگاهی دیجیتالی افراد رو استخراج میکنه، دقیقاً مثل یه هوش مصنوعی. بعدش هم این آگاهی رو به یه بدن جدید منتقل میکنه. همونطور که قبلا هم گفتم، هدف اصلی و نهایی شرکت لومن اینه که کیر ایگن رو دوباره زنده کنه. به نظر میرسه که کیر ایگن مؤسس شرکت لومن هنوز زنده است. البته نه کاملا زنده، شاید به یه شکل دیگه‌ای، به صورت یه حیات غیر طبیعی. سریال سیورنس از همون اول یه سوال بزرگ رو مطرح کرد، اینکه ما واقعا کی هستیم؟ در واقع این سریال به مفهوم هویت و خودآگاهی میپردازه. کارمندای تفکیک شده در واقع نماینده پیچیدگی‌های وجودی ما هستن. کیر ایگن یه فرد قدرت طلب و خودشیفته بود و احتمالاً بزرگترین ترسش این بوده که با وجود تمام پول و قدرتی که داشت نمیتونست که از مرگ فرار کنه. پس مأموریت کیر و کل شرکت لومن
رسیدن به جاودانگی شده. این موضوع فقط مختص این سریال نیست. کل تاریخ نشون داده که رهبرهای فرقه‌های مختلف همیشه از مردم می‌خواستن کورکورانه ازشون پیروی کنن و خودشونو شبیه به یه خدا معرفی می‌کردن. کیر هم دقیقاً همین کارو کرده. توی شرکت لومن همه خودشون رو فرزند کیر میدونن. کتاب راهنمای لومن هم یه جورایی متن مذهبی شده که داره دستور میده کارمندا چطور زندگی کنن. اینجا یه تئوری به وجود میاد. چی میشه اگر کیریگن هنوز زنده باشه؟ مثلا به صورت یه هوش مصنوعی. از طرف دیگه ما تا حالا فقط اسم هیئت مدیره رو شنیدیم، اما تا حالا هیچ کدومشون رو ندیدیم. شاید این هیئت مدیره یه نسخه دیجیتالی از ذهن کیر باشه که توی یه سیستم کامپیوتری داره زندگی میکنه. پس در این صورت الان کیر جسم نداره، ولی شرکت لومن داره تلاش میکنه که دوباره یه بدن براش بسازه. شرکت لومن احتمالاً داره روی انتقال آگاهی به بدنهای شبیه سازی شده کار میکنه. اون نسخه‌های وحشتناکی هم که از اعضای MDR دیدیم تو این قسمت احتمالاً نمونه‌های اولیه این بدنهای مصنوعی هستن. پس هدف نهایی شرکت لومن ساختن یه بدن بی‌نقص و جاودانه برای کیره. اگر این تئوری درست باشه، پس احتمالاً خانم کیسی یا همون جما هم یکی از همین نسخه‌های مصنوعیه. جمای اصلی تو تصادف کشته شده، ولی الان توی شرکت لومن به عنوان خانم کیسی داره فعالیت میکنه و وجود داره. اگر دقت کنید کیسی هم مثل نسخه‌های مصنوعی که تو این قسمت دیدیم همیشه یه رفتار عجیب و ربات مانند داره. اگر تا اینجا برنامه رو دوست داشتید، خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. این کار شاید چند ثانیه بیشتر از شما وقت نگیره، ولی واسه من خیلی خیلی با ارزشه. اگرم سریال سیورنس رو دوست دارید، یه پلیلیستی درست کردم از موشکافی تمام اپیزودهای فصل دوم این سریال. لینکش رو اینجا قرار میدم. تو ادامه سریال تیم MDR کتاب پیوسته 4 رو پیدا میکنه و بعدش میلچک نوشته‌های توی کتاب رو میخونه. داستان کیر و دیتر یه جورایی یه نسخه جدید از داستان گناه و مجازات توی متون دینیه. مثلا هلنا میگه یعنی چون دیتر خود ارضایی کرد توی جنگل ذوب شد. بله دقیقاً همینه. این داستان دقیقاً مثل روایت‌های کتاب‌های مقدسی مثل انجیل از مجازات لذت شخصیه. توی خیلی از متون مذهبی خود لذتی یا همون لذت شخصی به عنوان یه گناه خیلی بزرگ معرفی شده که مجازات سنگینی هم داره و حالا شرکت لومن داره این ایده رو به عنوان بخشی از آموزه‌هاش به کارمنداش منتقل میکنه. یکی از چیزایی که لومن به شدت سرکوبش میکنه احساسات و خواسته‌های جنسیه. مثلا اینکه روابط عاشقانه بین کارمندا کاملا ممنوعه و احساساتی مثل شهوت کاملا برخلاف آموزه‌های کیر محسوب میشن. این سیاست‌ها مستقیما ریشه‌های دینی دارن و تو نوشته‌های کیر ایگن هم وجود داره. تو ادامه سریال به داستان کیر و برادرش یعنی دیتر میرسیم که خیلی شبیه داستان هابیل و قابیله. کیر یه جا میگه عشق من به برادرم قضاوتم رو ضعیف کرد. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه کیر به این نتیجه رسیده که عشق و دلبستگی نقطه ضعفشه و حالا یه تئوری دیگه به وجود میاد. این تئوری که خود کیر برادرشو کشته. این ماجرا ما رو یاد داستان قابیل و هابیل توی کتاب‌های مقدسی مثل انجیل میندازه. قابیل کشاورز بود و میوه‌هاشو واسه خدا پیشکش کرد. هابیل چوپان بود و اولین گوسفندای گله‌شو قربانی خدا کرد. خدا قربانی هابیل رو قبول کرد ولی پیشکش قابیل رو نه. این موضوع باعث شد قابیل از شدت حسادت برادرش رو بکشه. یه جمله کلیدی تو این اپیزود این بود که چشمش از حدقه در اومد و یه مایع پر از چرک از جمجمه‌اش بیرون زد. به نظر میاد که کیر با یه چیزی مثل سنگ یه ضربه محکم به سر دیتر زده، دقیقاً مثل قابیل که هابیل رو کشت. اون توصیفای عجیبم درباره موهای دیتر که به خزه تبدیل شد فقط یه روش نمادین و استعاری واسه گفتن اینه که اون به زمین برگشت، یعنی تجزیه شد. اینجاست که شاید وجود بوزا تو شرکت لومن یه ذره منطقی تر بشه. تو اپیزودهای قبل ما یه عالمه بز دیدیم و حالا به نظر میاد که این بزا میتونن نمادی از قربانی و قربانی کردن تو شرکت لومن باشن. توی کتاب مقدس هابیل یه بره رو قربانی کرد و خدا قربانیشو پذیرفت. حالا اینجا هم ممکنه شرکت لومن از مفهوم قربانی کردن واسه اهداف خودش استفاده کنه. تو این اپیزود میلچک در واقع داره داستانی رو میخونه که هیچ مدرک واقعی براش وجود نداره. وقتی هم ازش میپرسن که این داستان حقیقت داره یا نه، ما با یه موضوع مهمتری توی فرقه‌ها و ایدئولوژی‌های افراطی مواجه میشیم. این موضوع که داستان‌ها میتونن استعاری و سمبولیک باشن، اما پیروان افراطی فرقه‌ها و دین‌های مختلف همیشه اصرار دارن که هر کلمه از داستانایی که گفته شده حقیقت محضه. پیروان متعصب
بدون چون و چرا این داستانا رو باور میکنن و هر کسی هم که به داستانا شک کنن برچسب بی ایمان بهش میزنن. دقیقاً مثل شرایطی که توی این قسمت به وجود اومد و میلچک از حرف هلنا ناراحت شد. اما شاید بشه گفت مهمترین نکته‌ای که توی این قسمت وجود داشت مشخص شدن هویت واقعی هلنا بود. اروینگ از همون اول که همه داشتن میگفتن بیرون از شرکت چی دیدن، هلنا هم یه دروغی سرم کرده بود، به هلنا مشکوک شده بود. هلنا گفته بود که یه باغبون دیده، در حالی که شب از شرکت بیرون رفته بود. آخه باغبون وسط شب اونجا چیکار میکرد؟ همین موضوع باعث شد اروینگ فکر کنه که یه جای کار میلنگه. از اون به بعد اروینگ حسابی حواسش به هلنا بود تا اینکه 2 بار مستقیما به خود هلنا گفت که اون شب واقعا چی دیدی. حتی به مارک هم هشدار داد، چون میترسید مارک بیش از حد به هلنا نزدیک بشه. اروینگ شک کرده بود که نسخه بیرونی هلنا وارد شرکت شده، ولی نمیدونست اون واقعا کیه که حتی نسخه بیرونیش اجازه داره وارد طبقه تفکیک شده بشه. ولی اروینگ خوابی که دید مطمئن شد که هلنا یه نسبتی با خانواده ایگن داره. تو خوابش همون حس ناراحتی و پریشونی رو مثل یه عروس لاغر و کوتاه قد و زشتی، دقیقاً همونطور که کیر دیده بودش. تو صفحه مانیتور هم حروف کلمه ایگن رو ساخته بودن. 2 تا میشه 4 تا. اروینگ این سرنخ‌ها رو کنار هم گذاشت و فهمید هلنا یکی از اعضای خانواده ایگنه. ولی معنای خواب اروینگ چی بود؟ اروینگ تو خوابش برت، میز کارش تو شرکت، عروس ترسناک و کلمه ایگن رو دید. اما اگه دقت کنیم همه این چیزا قبل از خوابش به یه شکلی تو اطرافش وجود داشت یا دربارش صحبت شده بود. ناخودآگاه اروینگ تمام این اطلاعات رو دریافت کرد و اونا رو به این شکل بهش نشون داد. اصلا عملکرد و سازوکار خواب دقیقاً همینه. ناخودآگاه ما میاد تمام اطلاعاتی که تو طول روز جمع کرده رو پردازش میکنه و وقتی میخوابیم بهمون نشون میده، حالا یا به صورت رویا یا به شکل چیزی که الان اروینگ تو خوابش دید. مورد بعدی تو این قسمت غیر فعال شدن همیشگی نسخه داخلی اروینگ بود. میلچک قبل از اینکه دستور غیر فعال کردن نسخه داخلی رو بده گفت باشد که کیر در تاریکی ابدی با تو مهربان باشد. جمله‌های شبیه به این و معمولا وقتی میخوان کسی رو اعدام کنن میگن. مثلا میگن خداوند بر تو رحم کند. تو این قسمت هم عملا دیدیم که با اروینگ مثل یه محکوم به اعدام رفتار شد. این اپیزود با ورود اروینگ به نسخه داخلی شروع شد و با خروج همیشگیش از این حالت تموم شد. با اتفاقاتی که آخر این قسمت افتاد، میلچک به حدی عصبی شده بود که اروینگ رو عملا به مرگ محکوم کرد. حالا سریال میاد یه سوالی رو مطرح یا شاید بگیم بازگو میکنه که از اول دغدغه داستان بود، اینکه جون نسخه‌های داخلی چه ارزشی داره؟ هویت و آگاهیشون مثل یه انسان واقعی مهمه یا به راحتی میشه غیر فعالش کرد؟ تمام نسخه‌های داخلی شخصیت و هویت خاص خودشونو دارن. خاطرات، روابط و احساساتی که نسخه‌های بیرونی هیچ وقت نمیبیننش. از طرف دیگه به قول میلچک تاریکی ابدی بدون هیچ امکان بازگشت عملا همون مرگ تو دنیای واقعیه. پس مرگ نسخه داخلی اروینگ رو همه کارمندای بخش تفکیک شده تاثیر میذاره و احتمالاً تو قسمت‌های بعد سوگوار از دست دادن اروینگ باشن. اروینگ بعد از رفتن برت پر از درد و رنج دوری بود، دقیقاً مثل کسی که یکی از عزیزاشو از دست داده باشه. این تنهایی و خلأ داشت اروینگو از داخل میخورد. پس احتمالاً اروینگ این تصمیمش رو یه راهی واسه خودکشی ناشی از غم از دست دادن برت و همچنین راهی واسه کشف حقیقت میدید. از همون قسمت اول این فصل اروینگ میگفت دوست داره وارد تاریکی بشه و بیرون نیاد و آخرم به خواستش رسید. اروینگ چشماشو بست تا به میلچک گوش بده که گفت محل کار شما پاکسازی خواهد شد، هر گونه وسایل شخصی دور ریخته خواهد شد و پرونده شما شامل تمام تعاملات حرفی و شخصی به طور کامل پاک و نابود خواهد شد. گویی شما اروینگ بی هرگز وجود نداشته و حتی یک نفس هم روی این زمین نکشیده. حالا یه سوال به وجود میاد، شرکت لومن که هر کاری دلش بخواد میکنه واقعا میتونه خاطرات نسخه‌های داخلی و طوری تغییر بده که کسی اروینگو یادش نیاد؟ شاید حرفایی که میلچک زد و گفت طوری حذفت میکنیم که انگار اصلا وجود نداشتی به معنی این باشه که ذهن و خاطرات بقیه رو هم دستکاری میکنن. فعلا چیزی مشخص نیست و باید منتظر قسمت‌های بعدی باشیم. نکته آخرم رنگایی هستن که تو این قسمت وجود داشتن و ما دیدیم. از رنگ لباسا شروع میکنیم. لباس میلچک و هوانگ و تیم MDR کاملا شبیه هم دیگه بودن، با این تفاوت که لباس میلچک و هوانگ یه دست سفید بود ولی لباس تیم MDR یه دست مشکی. از اونجایی که این قسمت تم و فضای مذهبی داشت میشه اینطور برداشت کرد که میلچک و هوانگ نقش افراد برتر و برجسته رو داشتن، کسایی که آموزه های کیر که خودش نقش خداگونه تو شرکت داره رو
به بقیه میگفتن و آموزش میدادن. از طرف دیگه مشکی بودن لباس تیم MDR هم میتونه نمادی از سرکشی اونا باشه، مخصوصا بعد از شورشی که به راه انداختن. در واقع اونا افرادی هستن که از دید شرکت طرف سیاه ماجرا به حساب میان و نیاز به راهنمایی و اصلاح دارن. رنگای مهم بعدی صحنه‌ای بود که هلنا و مارک رابطه جنسی داشتن و تو کات موازی اروینگ رو میدیدیم که تو جنگل گم شده. رنگ صحنه هلنا و مارک رنگ گرم داشت که نمادی از آرامش و امنیت بود و شرایطی رو نشون میداد که کنار کسی هستی که بهت اهمیت و امنیت میده. در مقابل رنگ صحنه گم شدن اروینگ تاریک و سرد بود. اروینگ کسی که عشقش یعنی برتو از دست داده و تنها مونده. پس رنگ و صحنه باید طوری باشه که این حس منتقل بشه. رنگ گرم و وجود آتیش توی صحنه در مقابل رنگ سرد و تاریکی و برف و تنهایی تو صحنه موازی. خب نظر شما درباره این قسمت چیه؟ این اپیزودو دوست داشتید یا نه؟ نظر خودتون به علاوه اگر نکته‌ای رو جا انداختم تو کامنت ها به من بگید. تا برنامه بعدی مراقب خودتون باشید. شاد و موفق باشید.